تا دم مرگ استاد شد خودشو با کشتن داد، ولی نگذاشت که تاجیک حکومت بکنه. ترجیح داد که چند تا خشتک کشال بی سواد وحشی پشتون بیایه حکومت تسلیم اونا بکنه، ولی نشه که تاجیک حکومت بکنه. چرا؟ تاجیک افغان نیست؟ تاجیک به خاطر ملت نجنگیده؟ تاجیک شهید نشده؟ دقیقا چی اتفاق باید بیفته؟ چی بلای باید به سر ما بیایه که ما افغانا بیدار شویم و از نفرت و کینه و نژاد پرستی دست برداریم؟ درد ما چی هست؟ من فکر نمی کنم که از این بدتر شوه. میشه؟ و شمایی که مرا به عنوان افغان قبول ندارین لطفا نداشته باشین. خودتان خوب به عنوان افغان قبول دارین، درست است؟ پس غیرت داشته باشین.